و بعد برای یک لحظه بزرگ شروع کردن به گروه تشکیل دادن. حتی سوسکی که فکر میکردم مرده هم به جمعشون ملحق شد. گویا در زمان یخ زدن و همون موقع ابرقدرت خودشونو آشکار کردن. اونها زمین رو نگه میدارن و پشت خودشونو به سمت هوا بلند میکنن و بعد ناگهان قطرات آب شروع به تشکیل شدن میکنن. اونا بادو به آب تبدیل میکنن و همین جوری که از پشتشون میچکه اون رو مینوشن. به نظر میرسه که فعلا از مرگ فرار کرد. در روز 4 سوسکا دیگه تنها موجودات زنده در این اکوسیستم نبودن. زیر زمین یک امپراتوری در حال تشکیل شدن. این ملکه دروگر اولین دسته از بچه‌های خودشو بزرگ میکنه. لاروای اون به غذا نیاز داشتن، پس منم مقداری براش تولید کردم. اینجا 50 عدد سوسک درمیستید وجود داره که انتهای زنجیره غذایی هن. از اونجایی که مغز و استخون میخورن، پس این جمجمه کایوت قرار روزای زیادی بهشون غذا بده. در روز 35 جمعیت این سوسکا افزایش پیدا کرد. این کرمای کوچولو که میبینید لارو سوسکن. برای بیرون کشیدنشون ماهی مرده رو روی زمین گذاشتم. بلافاصله شروع کردن به خوردن.